دوستان پرانوی، امروز براتون داستان امیتیستایی رو میگم که اصل هستن ولی امیتیست نیستن. داستان از اونجایی شروع شد که ما تعدادی ژئود امیتیست با تراش قلب که کار دست است براتون شارژ کردیم، ولی وقتی به دست ما رسید متوجه شدیم که نه از نظر ساختار ظاهری، نه رنگ و نه شباهت‌های فیزیکی این سنگ نمیتونه آمیتیست باشه. برای همین تصمیم گرفتیم که یکی از این ژئودها رو تقریبا نابود کنیم و به متخصص بدیم تا جواب نهاییشون به ما بدن. بله، این ژئودها کوارتز دودی دروزی هستن، یعنی کوارتز دودی که دونه های ریز کریستال دروزی روش مثل دونه های شکر شکل گرفته و بهش زیبایی خاصی داده. این آویزا براتون موجود هست در کانال تلگرام، عکسش و قیمتش رو براتون میذارم. اگر خواصش هم میخواید بدونید در اینستاگرام استوری ها رو همراه ما باشید تا بیشتر با این کریستال آشنا بشید.